خبرهای اقتصادی امروز 1 سپتامبر در پیام تیوی. حجم تبادل مالی کالا میان تاجیکستان و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در 7 ماه سال جاری در مقایسه با همین دوره سال گذشته 31% یا 495 میلیون و 700 هزار دلار افزایش یافته است. بنا به معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، حجم عمومی گردش مال میان تاجیکستان و کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در این دوره 2 میلیارد و 95 میلیون و 400 هزار دلار را تشکیل داده است. این نشان دهنده 50.7% حجم عمومی معاملات مالی تاجیکستان با کشورهای جهان می باشد. افزایش مثبت گردش مال با 5 کشور عضو اتحاد از جمله با ترکمنستان 4.2 برابر، روسیه 41.9%، بلاروس 38% به مشاهده می رسد. در این دوره مناسبات مالی با آذربایجان، ارمنستان، مولداوی، قرقیزستان و اوکراین سست شده است. شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل این روسیه، قزاقستان و ازبکستان می باشند. حجم معاملات مال با روسیه در 7 ماه سال جاری بیش از 908 میلیون و 200 هزار دلار، با قزاقستان بیش از 781 میلیون و 600 هزار دلار و با ازبکستان بیش از 314 میلیون و 800 هزار دلار را تشکیل داده است. باید گفت که توازن سودا با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل منفی بوده، واردات مال از صادرات بیش از 3 برابر زیاد است. در مجموع به این کشورها به مبلغ بیش از 495 میلیون و 400 هزار دلار مال و کالا صادر شده، به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار به تاجیکستان مال و کالا وارد شده است. تا 19 آگوست سال 2022 حجم غم داشته شده حاصل گندم در تاجیکستان 696,381 تن را تشکیل داد. در این باره خبرگزاری ترند با استناد به دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان اطلاع می‌دهد. با اطلاع منبع، حاصل گندم در ولایت سوخت 36 سنتنر از هر گکتار، در ولایت ختلان نیز 36 سنتنر و در مناطق تابع جمهوری 28.5 سنتنر از هر گکتار می باشد. همچنین گفته می شود که حجم عمومی حاصل غله‌دانه در کشور 852,271 تن را تشکیل داده است. قابل ذکر است که حاصل گندم در تاجیکستان در سال 2021 864,000 تن را تشکیل داده بود. امسال حاصل آن در سطح 917,000 تن پیش بینی شده است. کشور چین به سمت‌های نوی همکاری با تاجیکستان از جمله لایحه‌های کاربردی تکنولوژی‌های معاصر استحصالی توجه ظاهر کرده است. در این باره جی شومین، سفیر چین در تاجیکستان، در ملاقات با قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان اظهار داشته است. جی شومین گفته که کشورش به بررسی موضوعهای نوی همکاری در ساحه اقتصادی رقمی، تکنولوژی‌های معاصر استحصالی، تشکیل تجربه آموزی برای متخصصان کارخانه‌های صنعتی و صنعت کوکی در تاجیکستان منفعت دار می باشد. طبق اطلاع اگنتی اطلاعاتی خاور، حجم سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان برای سالهای 2007-2021 3 میلیارد و 200 میلیون دلار را تشکیل داده است که تقریباً 3/1 حجم عمومی سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره را تشکیل می‌دهد. کشور چین بزرگترین سرمایه‌گذار و شریک تجارتی تاجیکستان باقی می‌ماند. شرکت‌های چینی در تاجیکستان در بخش‌های صنعت کوکی و نساجی، مخابرات و ساختمان مشغولیت دارند. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سامانی برای امروز 1 سپتامبر سال 2022 مقرر کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان، ارزش پول روسی در بازار ارز کشور 100 روبل 16 سامانی و 60 درم قیمت دارد. طبق اطلاع بانک ملی در بازار ارز 100 یورو 1025 سامانی و 31 درم نرخ دارد. اسعار آمریکایی باشد 100 دلار برابر 1024 سامانی و 80 درم است. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های لندن 95 دلار و 15 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک 89 دلار و 12 سنت معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه‌های لندن صبح امروز 1714 دلار و 41 سنت برای 1 اونس تعیین شد. باید گفت از سال 1919 مرکز تجارت طلای جهانی شهر لندن بریتانیای کبیر می باشد.
در یک روز 2 مرتبه اسوسیاسیون بازار طلای لندن نرخ طلا را مقرر می‌کند و اینچنین استانداردهای صفت را برای متال‌های قیمت‌بها مقرر می‌کند. نرخ تنها برای طلای خالص مقرر می‌شود. یک جای با نشان دادن نرخ طلا با دلار ایالات متحده آمریکا، نرخ با یورو و فونت بریتانیایی نیز مقرر کرده می‌شود.